درود بر شما جناب سید آبادی، روزتون بخیر. روز شما بخیر جناب مهندس، در خدمتتون هستم. قربان شما. خوبین؟ همه چی خوب؟ اوضاع خوبه؟ همه چی خوبه، همه چی فوق العاده است، فقط یکم سرده. خب جناب سید آبادی عزیز، از ایران تا آلمان، از سیرجان تا رودین، چه گذشته خلاصه‌ای بهمون بگین؟ والا به قول استاد بزرگ و همستانی عزیز ما جناب باستانی پاریزی که گفته بود از پاریز تا پاریس، ما باید بگیم از سیرجان تا رودینگ. خوب بود خداییش، منطقی بود. پروسه یه مقدار طول، یعنی پروسه مهاجرتی خب یه مقدار طول میکشه چون روی کار اداری کاغذبازیه، ولی خب خوب بود، منطقی بود. چه اون پروسه‌ای که تو ایران بود یه مقدار زمان انتظار میخواست، یعنی کسی که میخواد توی این مسیر قدم بذاره باید صبری زیاد باشه چون پروسه طول میکشه، چه از سمت ایران چه از سمت آلمان. خدا رو شکر همه چی رو روال بود، یعنی مخصوصا این سمت که ما اومدیم همه چی رو روال بود، یعنی تکلیفش آدم میدونه چه جوریه. آقا شما باید این کارا رو انجام بدی، این کارا هم انجام میشن، زمان میبرن ولی انجام میشن، و همین خاطر نگرانی بابت اون نداشتیم. کلی خوب. دوستان کارینا هماهنگی‌های لازم به عمل آورده بودن. ما خودمونم اینجا فقط اینجا باید پیاده روی زیاد بکنید، از این اداره به این اداره. درود بر شما. خیلی هم خوب. جناب سید آبادی، مدت زمان پروسه‌تون چقدر بود کلا؟ ببینید پروسه من خب فکر کنم از سال 1401 استارت خورد. اون زمان قانون آلمان این بود که خودتون بهتر میدونید برای اینکه کاری بیاین باید فکر کنم آنرکنونگ باشه. بعدش اواخر 401 این قانون تغییر کرد. الان دیگه این وضعیت نیست. اوایل 402 من مصاحبه کاری گرفتم و 2 هفته بعد 2 هفته 3 هفته بعد مصاحبه کاریم هم نتیجه اوکی اومد و بحث ویزا و لگال و ترجمه مدارک بود که یه مقدار طول کشید. ولی من از زمانی که اون شرکت تایید رو به من داد 7 ماه بعدش من اینجا بودم. اون شرکت هم دمش گرم، یعنی 7 ماه منو تحمل کرد، 7 ماه برام صبر کرد. دقیقا. آقای سید آبادی لطفاً بگید به ما که رشته‌تون چی بوده، چی خوندین و در حال حاضر مشغول به چه کاری هستین؟ چه جایگاه شغلی دارین در شرکت جدید؟ من کارشناسی و کارشناسی ارشدم مهندسی برق قدرت بوده. شرکتی هم که الان توش کار میکنم یه شرکت تو حوزه تکنولوژی، یعنی طراحی و ساخت تجهیزات و دستگاه هاست. کاری که من اونجا انجام میدم تو بحث دفتر طراحیه، دفتر یه جورایی تو ایران این رو دفتر فنی مهندسی یا تکنیکال انجینیرینگ تعبیر میکنن. اینجا تحت لوای بخش مثلا استاندارد سازی، بخش انرژی های نو تعبیر میشه. دوستانی که برق قدرت کار کردن تو زمین صنعت میدونن که حالا من از نرم افزاری هم مثال ببرم، عمده کار من اینجا با نرم افزارهای مثلا مثل ایپلنه که بحث دراوینگ و این چیزا رو انجام میدم، بحث محاسبات و بحث محاسبه درصد خطا، بحث اون امکان سنجی، بحث سیفتی و یه پروژه رو به قولی از 0 تا 100 باید پیش ببرم. البته من تو تیم کار میکنم و در نهایت هم بحث انجام تست و بازرسی زمان تحویله، یعنی تجهیزی که خودم طراحی کردم با توجه به نیاز مشتری، نقشه‌هاشو کشیدم، تجهیزاتش رو مشخص کردم، ساخته که شد باید تستش کنیم، تحویل داده میشه. بسیار. پس
میتونیم بگیم تا حد خیلی زیادی مرتبط با رزومه شما بوده این شغل، درسته؟ یکی از خوششانسی‌هایی که من داشتم این که کاری که اینجا انجام میدم 100% منطبق با رزومه من بود. حتی رزومه من یه ذره بیشترم بود. حالا من یه مقدار توضیحات فنی میدم چون احتمالاً دوستانی که اینو میشنون توشون بچهای برق باشن به این اطلاعات نیاز پیدا کنن. ببینید مثلا من با نرم افزاره مثلا تو ایران مثلا اتوکد یا ایتپ هم مجبور بودم کار کنم. نه اینکه عزیزان فکر کنن که یه نرم افزار باید کامل بلد باشن. نه، مثلا من با اتوکد فقط بحث جانمایی و اوورال و اینا رو انجام میدادم. با ایتپ بحث محاسبات مثلا جریان کلیدام، اتصال کوتاه، محاسبات زمین اینجا انجام میدادم. اینجا دیگه خبری از اون نیست. اینجا من فقط بحث اکویپمنت، بحث دراوینگ و بحث تسته. چون تو تیم من بازم میگم تو آلمان برخلاف ایران که یه نفر با همه کاری انجام بده، نه، اینجا تیم دارن و وظیفه هر کسی مشخصه. اینو میگم شاید دوستان یه مقدار براشون عجیب باشه چون تو ایران شرایط اینه که آقا شما باید خودتون وقف محیط کارتون بکنید و همه کاری رو هم انجام بدید. نه، اینجا ساعت کاری مشخصه، نوع کار مشخصه، وظیفه هر کسی مشخصه. بسیاری. اوکی. چقدر پس از ورودتون به آلمان مشغول به کار شدین؟ من 7 بلیت داشتم، 7 فوریه، یادمه دقیقا 4 شنبه بود. به شرکتی که هماهنگ کردم، یعنی از طریق همکاران شما هماهنگ انجام شد. گفتن که آقا 7 میای، 7 استراحت کن، 8 بیا سر کار. یعنی اصلا معطل نکردم، گفتن سری بیا. من به شدت به شما نیاز داشتم. ببینید بحث نیاز با بحث برنامه ریزی فرق میکنه. اینا برنامه‌شون اینه که من بیام توی جایگاه هم قرار بگیرم. اون 6 ماه آزمایشی خب 2-3 ماهش آموزشه، اینکه با تیم هماهنگ بشم، خب همه اینا هست. بنابراین زودتر باید می اومدم تو سیستم قرار می گرفتم. از اون ور مثلا کارهای اداری هم هستی که مثلا آدم تو شهر باید انجام بده، خب اینا زمان بره دیگه. من مثلا میام اینجا کار میکنم، خب مثلا یه روز باید برم دنبال این کار، یه روز باید برم دنبال اون کار. به این خاطر عجلهشون این بود که من سریعتر بیام و جزئی از سیستم باشم که بتونن مثلا روی بودن من حساب کنن. بس اینه. دقیقاً. و خب تایم زیادی هم منتظر شما بودن دیگه، یعنی صبر کردن برای شما. 7 ماه اینا منتظر بودن. یعنی خیلی از شرکت‌ها به محضی که ماه اول که چه هست، ماه دوم رد بشه میگن آقا ما دیگه نیاز نداریم، یکی دیگه رو گرفتیم. اینا نه تنها 7 ماه منتظر من بودن، بلکه تو فرایند حالا گرفتن پاسپورت حالا کمک کردن. از قرارداد کاریتون بگید از یاد بودی، مشخصا حالا حقوقتون. ببینید قرارداد کاری که من بستم، خب من امروز اولم بحثم بود، گفتم آقا من بلو کارت میخوام. خب این شرکت هم اومده قراردادی که با من بسته، من یه توضیح بدم. قرارداد تو آلمان یا زمان دارن، مثلا قرارداد 1 ساله، مثلا 3 ساله، 5 ساله، 2 ساله، یا اینکه قرارداد میگن unlimited، یعنی تاریخ شروع داره تاریخ انتها نداره. این قرارداد هر یه سری مزایا دارن یه سری معایب دارن. حالا دوستان میتونن برن تو اینترنت سرچ کنن، کافی هست. قرارداد من unlimited بود، یعنی تاریخ شروعش مشخص بود، تاریخ انقضا نداره. من تا زمان بازنشستگی میتونم توی شرکت کار کنم. حقوقی که این دوستان برای من بستن حقوق 4000 یوروه. دقیقاً گفتن که حقوق شما 4000 تاست دیگه، بیمه و مالیات و پنشن و بازنشستگی و همین چیزا مروش کم میشه. من این ماهی هنوز حقوق اولمو نگرفتم. ببینم چند دست منو میگیره خدا میدونه. ولی مثلا گفتن اگه مثلا یه ماه مثلا ما مثلا تجهیزمون رو بتونیم سریعتر بفروشیم، یه پاداشی ممکنه بدیم. یه ماه مثلا
تأخیر پروژه داشته باشید، پاداش ندیم که هیچی، از ماه بعدی کسر کار بدیم. من این کارا میکنم، ولی فیکسش همون 4000 تاست. بعد مالیات باید من بدم، مثلا یه مقدارش کم میشه بابت مالیات، بابت بیمه، بابت اینا. خب جناب سیدآبادی عزیز، از شرایط اسکانتون بگین. ببینید، کسی میخواد تو آلمان بیاد، بهتر همین الان اینو قشنگ بدونه. راحت میگم، بزرگترین چالشه نه فقط مهاجرا، نه پناهندا، حتی شهروندان خود این کشور، بحث مسکنه. یعنی خونه پیدا کردن توی آلمان به قول معروف کار حضرت فیله. الان من سایت مثلا 3 تا سایت من نام میبرم برای بحث خونه است. یکی ایمو اسکاوت، یکی ایموولت، یکی کلاینت انسایگنه. تو اینا نگاه کردم، شهر خودم رو زدم، کلا 3 تا دونه خونه تو کل این شهر خالی بود با توجه به شرایط من. خوبی که من حالا شهرهای بزرگ باز بهتره، از اون بعد مشکلات بیشتره، ولی خب حداقل آپشن هست. یعنی تو این شهرهای کوچیک مردم مشکلشون اینه پولو دارن که خونه رو بگیرن، خونه نیست. اینجا خوبی شرکت ما بود که بحث پراپرتی منیجمنت و بحث تراول منیجمنت بوده. اینا یه سری مجتمع مسکونی داخل شهر دارن، یه سری خونه هم دارن، یه سری مجتمع مسکونی دارن، مثلا آپارتمان‌های 1 خوابه، 2 خوابه، 3 خوابه. مثلا برای اونایی که مجردن، برای اونایی که حالا تنها، برای اونایی که مثلا با خانواده میان بدون بچه‌ن، برای اونایی که بچه هم دارن. یه سری آپارتمان‌هایی دارن، آپارتمان‌های اشتراکی بهشون میگن. یعنی داخل مثلا 2 طبقه است، داخل هر طبقه 7 تا 8 اتاقه. اتاقای بزرگن، داخل هر اتاق مثلا تخت خواب هست، میز هست، کمد هست، تلویزیون هست، یخچال هست، همه چیز هست. ولی بیرون از اتاق تو محوطه مثلا اون سالن اصلی، تو هال اصلی مثلا 2 تا یا 3 تا سرویس بهداشتیه، 2 تا هم همون. یعنی سرویس و همون مشترکه، یا آشپزخونه بین همه اینا مشترک. این خونه‌های اشتراکیشونه. 3 تا هتل هم قرارداد داره شرکتمون اینجا که میاد خب چیز میکنه، یعنی بچه‌ها رو تا حد اکثر 3 ماه میذاره داخل هتل. من اینم بگم خوبیش اینه که کرایه‌ای که بابت این حد اکثر 3 ماه از نفر میگیرن 1/3 کرایه واقعی هتل. یعنی کرایه واقعی هتل اگه 1 ماه باشه 1500 تا، اینا ماهی 500 تا بیشتر نمیگیرن. الان من فعلا توی هتلم، بعد باید برم حد اکثر تا 1 سال من اجازه دارم یا تا 2 سال برم توی اون خونه اشتراکی. تو این مدت 1-2 سالم به محض اینکه آپارتمان برام خالی شد میرم داخل آپارتمان. بسیاری بسیاری. از سطح زبانتون بگید لطفا، هم انگلیسی هم آلمانی، و حالا چالشایی که باش روبرو شدین تو این تایمی که آلمان هستین و سر کار میرین. خب ببینید، زمانی که ما ایران بودیم همه میگفتن آقا آلمانی یاد بگیرید، بدون آلمانی آلمان نیایید. این یه حقیقته. مردم این کشور روی زبانشون و فرهنگشون تعصب دارن. خب مخصوصا نسل قدیمشون. نسل جدیدشون خیلی بهتر شدن، یعنی با مهاجرا بهتر راه میان. من پارسال، الان تو اسفندیم دیگه درسته، من پارسال تو دیما مدرک باینس گوتم رو گرفتم. قبلش هم مدرک آیلتس آکادمیکم رو گرفته بودم. ولی از پارسال، چرا دروغ بگم، تا الان من هیچ مطالعه رو زبان آلمانی نداشتم به دلیل حالا مسائلی که پیش اومد. ولی شرکتی که منو استخدام کرد منو به عنوان نیرو انگلیسی زبان گرفت. یعنی حتی توی قراردادم هم نوشته بود، حتی توی اون به قولی آگهی کارم قید شده بود یا باید انگلیسی داشته باشید. و مدرک آیلتس من میتونم بگم یکی از دلایلی بود که منو اینا استخدام کردن. مثلا آیلتس آکادمیک گفتم دارم، آیلتس 7 داشتم، من 7.5 داشتم.
توی سطح شهر اگه با جوونا برخورد کنید انگلیسی بلدن. اونایی که سنشون راحت میگم بالای 50-60 یا بلد نیستن یا اگه بلد باشن هم جواب نمیدن. این از چالش زندگی تو آلمان. ولی خب توی محیط کار همه بچه‌ها انگلیسی با هم صحبت میکنن. اصلا محیط بین‌المللیه، ما از ملیت‌های مختلف اونجا داریم. شاید بگم 40% نیرو آلمانیه، 60%شون شرکت کشور دیگه‌ن که تماما با انگلیسی صحبت میکنن. ولی اگر من به چند ماه پیش برمیگشتم که تو ایران بودم، با توجه به اینکه تو ایران من وقت داشتم، با توجه به اینکه تو ایران من میتونستم کمتر هزینه کنم، مطمئن باشید من زبان آلمانیم رو نه به B1، من زبان آلمانیم رو حتی از B2 یا B2 پلاس هم رد میکردم. خیلی بالا نمیبرم قضیه رو، چون دوستان خودشون میدونن تفاوت B1 با B2 و حتی B2 تا B2 پلاس خیلیه، ولی تا جای ممکن بحث مکالمه رو قوی میکرد. درست. ولی الان توی محیط کار که با زبان انگلیسی اوکی هستیم. انگلیسی. حتی تو فروشگاهی که میرم خرید میکنم اما انگلیسی صحبت میکنم، همه جوابم میدن. خداییش هیچ مشکلی نداشتم. نهایتش مثلا یه جای آدرسی میخوام بپرسم، مثلا یه نفر سن بالاست بهم درست جواب نمیده، یا مثلا یه جا تو فروشگاه میخوام مثلا از یه نفر کمک بگیرم، میگم مثلا این بهتره یا این بهتره، طرف سنش بالا باشه مثلا انگلیسی جواب نمیده، میگه دقیقاً این کار میکنه، میگه kind English. بسیاری. خب جناب زیدآبادی، از زمانی که ما با هم در ارتباط بودیم و کار رو استارت زدیم، یه سری نقاط عطفی داشتیم. پروسه شما زمانی که قراردادتون با ما بسته شد، زمانی که قرارداد کاری رو براتون گرفتیم، زمانی که ویزاتون اوکی شد و زمانی که وارد خاک آلمان شدیم. یه توضیح از این فاصله بین این نقاط عطف، این مدت زمانی که گذشت بدید. ببینید خوبی قضیه این بود که همه چی مشخص بود. با اینکه پروسه مهاجرتی یک چیز نامشخصه، اما من این تبریک رو به تیم شما میگم، کار کردن باهاتون همه چیز مشخص بود. آقا پله اول اینه، تموم. پله دوم اینه، تموم. حالا پله دوم به خاطر یه سری قوانینی که الان تو آلمان هسته آدم گیر کرده. آدم تکلیفشو میدونه چجوری. مثلا برای بحث انرکنونگ من یادمه همکاران شما به من گفتن آقا انرکنونگ تو ما تا مرحله آخر بردیم، گفتن که آقا ما جواب انرکنونگ رو فقط به کسی میدیم که ملی شده باشه اینجا، یعنی باید اینجا رجیستر شد. قانون بود. شرکت‌ها میگفتن آقا قانون باید انرکنونگ داشته باشه. خب الان انرکنونگ نیست. بدترین قسمت پروسه من همون بحث زمان بر بودنش بود، بحث بلا تکلیفی بود، اینکه توی مرحله آقا نمیدونی چی میشه. اون مرحله‌ای که مثلا داشتیم برام دنبال کار میگشتیم، یکی اونجا میگه منتظر بودم آگهی‌ها چیز بشن، شرکت‌ها جواب بدن. یکی اون مرحله‌ای بود که منتظر بودم که سفارت جواب ویزا رو بده. واقعا اذیت کننده بود، یعنی واقعا آدم اذیت میشد. کمی هم طول کشیدیم منتظر ویزا بودنه. خیلی من چک امنیتی هم خوردم اگه در خاطرتون باشه، همینجوری کلی 3-4 ماه سر ترجمه و لگال و این چیزا شد. بعدش نزدیک 1 ماه وقت خود ویزامتریک میخواست، از اون ور چک امنیتی هم کنسولگری انداخت رو سر ما، 1-2 ماه شد. یعنی میگم 7 ماه طول کشید تا من چیز کنم. اما اینو من الان میدونم که اومدم اینجا، یعنی به عینه دارم میبینم آلمانیا خیلی دستشون کنده، خیلی با آهستگی کار میکنن، کارشون رو انجام میدن، کارشون کیفیت داره اما خیلی آهستن. این بوروکراسی اداریشون،
من الان به خدا ای کاش بود نشونتون میدادم، روزی 3-4 تا نامه میاد در خونه ما، در هم اتاق هتلم. یعنی برای هر کاری باید با پست اینا بفرستن، برای هر کاری باید زمانش طی بشه. یعنی مثلا به دوستان آلمانی اونم میگفتیم چرا اینجوری هستی؟ میگن چرا عجله داری، کار انجام میشه. برخلاف چیزی که ما تو ایران داشتیم میگفتن کار باید انجام بشه، اینجا حرفشون اینه، میگن آقا کار انجام میشه. یعنی الان من میفهم سفارت این قضیه رو خیلی طول کشید، یه چیز عادی بود. اینجا ما یه نوبت بانک میخوام بریم بگیریم، نوبت آرایشگاه میخوام برام مهندس بگیرم سرم اصلاح کنم، رفتم اونجا میگه برو هفته دیگه بیا، میگم 10 روز، میگه آره من نوبت بدم. بانک اول حساب من افتتاح میکنم، هفته بعدش پسورد کارتمو میده، هفته بعدترش خود کارتم میاد. یه بانک دیگه رفتم میخوام کردیت کارت افتتاح کنم، پروسش 2 ماه طول میکشه. دوستانی که میخوام مهاجرت کنن به هیچ عنوان منتظر این نشن که زبانشون کامل شد با 100% توان بیان. من دوستایی داشتم که تو همین فیلد بودن، از منم زبانشون خیلی بهتر بوده، اما گفتم بذار ما زبانمون کامل بشه مدرک B2 بگیریم، هنوز ایرانن. این قضیه مهاجرت این قضیه هم کسی که یه ذره شنا بلد خودشو پرت میکنه وسط آب، میگه تو مسیر باید یاد بگیرم. این طول کشیدنا، این بوروکراسی اداریا، این کاغذبازی‌ها از سمت آلمانیا به حدی شدیده که اگر من میخواستم صبر کنم مدرک B2 مو بگیرم بعد شروع بکنم میافتاد 3-4 سال دیگه. اینم گفتم والا عزیزان مد نظر داشته باشن. دقیقاً. ولی خب مثلا در زمان مصاحبه کاری که شما داشتین زبانتون خیلی خوب بود دیگه. من مصاحبه کاریم با زبان انگلیسی بود. خوبیش این بود که میگم انگلیسیم خداییش خوب بود. الانم اینجا هستم کامل کارم رو میندازه، یعنی هیچ مشکلی ندارم. البته خب دوباره آلمانی رو شروع کردم چون خداییش دیگه خیلی زشته دیگه من بخوام کلا بعد چند سال اینجا فقط انگلیسی صحبت کنم خیلی بده. لازمه دیگه زبان آلمانی. بسیاری. جناب زیده‌بادی عزیز، پیامتون به کسانی که میخوان مسیر مشابه شما رو برن مهاجرت کنن به آلمان از طریق ویزاهای کاری چیه یا توصیه‌تون چیه؟ ببینید بحث تحصیلی با کاری فرق داره. خب تحصیلی مدرک میخوان، کاری مدرک نمیخوان. دوستانی که میتونن صحبت بکنن نه خیلی کامل در حدی که کارشون رو راه بندازه، صبر نکنن که مدرک بگیرن یا به درجه عالی از زبان برسن، شروع کنن. این قوانین هر روز تغییر میکنه. الان کشور آلمان نیازمند نیروی کاره، شاید چند سال دیگه این مشکلش برطرف بشه، این یه حقیقته. اگر میتونن من جدی میگم هم امروز استارت کارو بزنن، یعنی به جای فردا همین امروز. بعدش هم میگن ما یه اصطلاحی داشتیم میگفتن کفش آهنی بپوشین، چون این مسیر طولانیه، پیاده روی زیادی داره، دویدنهای زیادی داره. از اینکه یه چیزی طول میکشه ببینید صبرشون باید زیاد باشه، نگران نشن. فرایند طولانیه، فرایند خسته کننده از زمان بره. یکی میبینی شانسشه اولین شرکت جواب میده، یکی میبینی نه باید با 10 تا شرکت چیز بفرسته تا اوکی کنه. و نکته آخرم در رابطه با رزومه بچهای مهندسیه. ببینید من بقیه رشته ها رو نمیدونم خب، اما الان توی همین فیلد کاری خودم مهندسی برق، من توی ایران کلا قدرت کار میکردم، از صحرایی بودم قدرت بودم. اینجا منو میدونن که قدرتم منو به عنوان قدرت آوردن، اما کار اتوماسیون صنعتی رو دارن میارن سمتم. خب
رزومه هایی که می نویسن دوستان، رزومه ها رو با صداقت تمام بنویسن. حتی اگه رزومه شون 3 خطه، همون 3 خط رو بنویسن. شرکت با دید این که شما این 3 خط رو بلدین میارتتون و بعد اینجا آموزشتون میده. مثلا من داخل پروسم نوشتم آقا من این پلن بلدم، این پلن رو برای این پروژه استفاده کردم، توی این پروژه ها از این نرم افزار این پلن این استفاده ها رو کردم. یعنی اون بابایی که منو استخدام کرد میدونست که من از نرم افزار مثلا ای پلن یا نرم افزار ایتاب این قسمت ها رو بلدم. من این مسائل بلد نیستم. روز اولی که من اومدم اینجا با هم صحبت کرد، گفت خب شما این قسمتاش که بلدی کار کردی. گفتم آره. گفت اینا رو بعد یاد بگیریم، ما یادت میدیم، این نمونه کاره، این فیلم آموزشیه، این فایل آقای فلان خانم فلان آقای فلان اینا هم هستن، توی این پروسه بچه‌ها کار کردن، میتونی باشون صحبت کنی. ببینید همه چیز از رو برنامه ریزی پیش میره تو آلمان. چرا؟ چون من صداقت داشتم. یه جایی که بیسی بلد نبودم خیلی راحت گفتم من این کار نکردم، بلد نبودم. الکی مثل ایران نیست که رزومه پر کنید 15 صفحه کارفرما بیاد نگاه کنه. کارفرماتون هم حالا یا سواد علمی داره یا راحت میگم یه آدم بی سواد باشه که فقط خوشحال باشه تا تو رزومه داریم 15 صفحه رزومه این بذاریمش فلان پوزیشن. دقیقا. نکته مطلبی لازم اضافه بکنی؟ ببینید من از خاطرات این 1 سال بوده‌ای که گذشت چیزی می‌خوایم بگیم؟ ببینید من یه سری خاطرات تلخ بود، خاطرات شیرین بود، همه اینا به کنار، یه سری چیزا برای من تجربه شد. خب اینا رو میگم که بقیه بچه‌ها حداقل به این مشکلات بر نخورن. خب نکته اول، هر مدرکی که نیاز دارین با خودتون بیارید اینجا، ترجمه کنید تو ایران. اگر میتونید حتی لگال کنید. از هر مدرکی که دارین حداقل یه چند تا کپی بیارید. دوستانی که گواهینامه ایران دارین، گواهینامه اصل گواهینامه‌تون حتما با خودتون بیارید. اینجا برای اینکه گواهینامه بین‌المللی بگیرید اصل گواهینامه نیازه. آره درسته شما یه گواهینامه بین‌المللی تو ایران میگیرید، اینجا 6 ماه اعتبار داره. اما گواهینامه آلمانی بخواید بگیرید میگن اصل گواهینامه ایران تو بده. خب برای بحث پول، خب دوستان میدونن نزدیک فکر کنم 5000 تا میشه قانونی از مرز عبور داد. بچه‌هایی که تحصیلی هم به واسطه ویزاشون میتونن اون مقدار 12000 تا رو عبور بدن. اما اینو مد نظر داشته باشید این مبالغ شاید در ابتدای کار کافی نباشه. من شانس آوردم که اینجا هتل بهم دادن. من شانس آوردم که میخوان خونه سازمانی به من بدن. اگه اینجوری نبود من باید میرفتم یه خونه فلت میگرفتم، کلی پول پیش خونه رو میدادم و کلی هم وسیله برای داخل خونه میگرفتم. اینم مد نظر داشته باشن دوستان. یعنی برای شرایط پیش بینی نشده خودشونو آماده بکنن. در مورد رزومه هم که گفتم این چیزایی بود که میتونست مشکل ایجاد کنه. یعنی اگر طرف یه چیزی رزومش بنویسه بعداً بفهمن آقا شما این نبودی، دروغ گفتی، تموم. این اعتمادی که از دست رفت دیگه واقعا از دست رفت. بسیاری جناب زیدآبادی. ما هم براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. شما جزو یکی از کلاینت‌های خوب ما بودید و خیلی چالش داشتم. نه طبیعی بود دیگه، طبیعی بود. یعنی همکاران من در تیم آلمان، های محمدزاده، های قاسمی، همیشه جلسه که داشتیم پیگیر کار شما بودن و از شما به نیکی یاد میکردن. همکاران من در دفتر ایران با اون جمله معروفتون که میگفتید زیدآبادی هستم از سیرجان یادتون میکنن همیشه و خوشحالیم که اون اتفاقی که باید برای شما رقم خورد. زنده باشید مهندس، شما لطف دارید، ممنونم، پیگیری کردید من به هدفم بتونم برسم، شما و همکارانتون.
من در خدمتتون هستم آقای مهندس. درود بر شما. شما به هدفتون رسیدین و ما هم به یکی از اهدافمون رسیدیم. زنده باشید. درود بر شما. باز با هم دیگه در ارتباط هستیم. انشالله چند روز دیگه فکر میکنم که اولین حقوقم میگیریم. فکر میکنم که مزهش خوب باشه اولین حقوق و دیگه به بهترین شکل خرجش کنیم. زنده باشید. شما لطف دارید. قربان شما. قربون شما. روز خیلی خوبی داشته باشید. سلامت باشید. ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار.